موری اگه بخوای یه بچه لوتی مشتی باحال باشی، وهله اول باید ادب داشته باشی، وهله دوم باید ادب داشته باشی، وهله سوم باید خاکی باشی، سفره‌دار باشی، مشتی باشی، عشق باشی، وهله آخر باید کوکو ادب داشته باشی. نه وهله آخر باید گوه نخوری. ایسکا بچه خلوت داری بلوف میزنید یا نکردات میاره. اینا جای زدن یا خوردن. این خودش بچه برزیل، اینا خودشون بلوف میزنن. منو جلوی شاگردم خراب میکنی باز. همه اینایی که بهت میگم یادداشت کن، یه روزی به دردت میخوره. چشام کوکا. آقا حامد باورم نمیشه دارم شما را فاصله 2 متری میبینم. اوف کوکا چه دافیه. اینا رو یادداشت اینا. قربونت برم، خوشگلم بشی. شما میتونی من از فاصله 20 ثانیه هم حتی ببینی. فدات بشم. الهی خوشگلی منی، خدایی. حالا غذا فرسود میخوری یا گیم بادمجون خورشتی؟ ارزون باشه که چطوری؟ پرو نشو بابا، میخواستم باید یه عکس بندازم. اینو نوشتی الان؟ کوکا همه رو نوشتم دقیق. نه اینو پاک کن. اونجاش پاک کن. آره اون اصلا چیز اون. این همه گفتم نوشتی. اینو بنویس و فراموش نکن. من قراره با هشتگ مدیا پدر کمپینای ایران یه کمپین خفن بزنم. اگه میخوای شاخ مجازی بشی و دیده بشی، حتما اسپانسر شو. واو کوکا، هر چی تا الان چرت و پرت گفته رو بذار کنار. این حقیقت داره. مثل اینکه با هشتگ مدیا یه کمپین دارن میخوان رکورد جابجا کنن. Bien grande, oh that's my type, that's my type, that's my type. Let's do it, right around dips. I can see why all these basic hoes pissed. نخونمون دیدی؟ پیش سکینه درست کردم. آره مبارکه. حامد تبریزیه. آره هم پسر کلیپ طرز درست میکنه. ببین اینا رو همه رو یاد. اوه دافعه ها رو نگاه کن. ببین الان یه بچلات چطوری مخ دافعه رو میزنه. کوکا اون وسطیه فقط شبیه یا کریم خیس میمونه. منم جذب با همون شده. اون چیه اونجوریه؟ اونو بگو بیا جلو ببین چیکار می‌خوام بگم. بیا خدا وکیل نگاه کن. سلام یخمک، سلام نوشمک من. خدا وکیل خیلی خوشگلین. در خدمت باشین. برو کسافت بیشوره بی شخصیت. آشغال احمق. خدا وکیلی چرا وقتی به یه کیپ دختر تیکه میندازی اونی که از همه زشتره جواب میده؟ چه پنگ داخل سگ به تو نگاه میکنه خودتو میندازی وسط. ان آقا نگاه شما رو میدونم هم بیایید بریم. سگ نگاش نمیکنه ولی خرابمون کرده دیگه. پا نداد بهت. اینم بنویس. ننویس بابا ننویس. بنویس آقا. کوکا چیکار کنم؟ حامد تبریزی زنگا. سلام خانم محترم، میخواین عکس بندازین؟ نه کسی با شما کاری نداشت. ما می‌خواستیم با آقا مهدی عکس بگیریم. ما سنفمون زنونه نیست، مردونه است. بیا برو دیدی خرابت کرد. بیا برو خوب شد. اینو یادداشت کن. آولا چی بودی؟ اینم یادداشت کن. خیلی حوالی. از صبح دنبالت هم دیدم چقدر حول بازی داشتی در می آوردی. واقعا واسه خودم متاسفم که این همه پای تو موندم. چرا ایمان خودتو میسوزونی؟ من شاگرد خصوصی دارم آموزش میدم از صبح. دنبال یه لقمه نونم. استاد روزت مبارک. فدات شم. برو دنبال زندگیت با حول. خدافظ. اینو چیز کن، اینو ننویس. جزء تذکرات بنویس اینو. چشم کوکا. اگه میخواین تو زندگی موفق باشین پاهاتونو بذارین جاهایی که پاهامو میذارم. یواش حیوان یواش پل ریخ. بابا داش حامد خسته شدم. هر کاری میکنم تو این اینستاگرام بالا نمیام. چیکار کنم بابا؟ ببین هشتگ مدیا رو که میشناسی، همه میشناسن، پدر کمپینای ایرانه. هشتگ مدیا قراره با من یه کمپین مشترک برگزار کنه. قراره 200,000 دنبال کننده واقعی تو این اینستاگرام به اونایی که اسپانسر میشن بدن اینستا رو زر بدیم. حالا اگه میخوای دیده بشی تو رو آدم حساب کنن، یا شما کسب و کارتون رونق پیدا کنه، یا حتی شما حتما اسپانسر این کمپین خفن بشین. آقا مهدی ما قراره چه رکورد جابجا کنیم. 200,000 تا خیلی رقم پایینیه برای ما. رکورد جابجا میکنیم و در صفحه اعلانات ایشون اسم ما حک میشه. برای اطلاعات بیشتر کپشن ملاحظه کنید لطفاً. یه لحظه چرا اسپانسر نمیشی؟ بابا الان میاد میگه. چرا من یه دونه میگم چرا اسپانسر نمیشی؟ بابا کپشن دنبال چی اسپانسر نمیشه؟ برو 200,000 تا داره میذاره. آمین من تو میلیون سن میلیون تا پاس ببینم چرا اسپانسر نمیشه؟ دنبال چی اسپانسر نمیشه؟ برو 200,000 تا داره. آمین